هلو علیکم. بازم بدون مقدمه بریم سر اصل ماجرا. تو این ویدیو قراره بگم چجوری میتونید ویدیوهای وایرال ASMR رو با استفاده از هوش مصنوعی به طور رایگان بسازید. برای این کار میتونیم از دو روش تکست تو ویدیو و ایمیج تو ویدیو استفاده کنیم که من جفتشون رو بهتون میگم. خب وارد سایت چت جی پی تی میشیم و ازش میخوایم که یک جیسون پرامپت دقیق برامون بنویسه. وقتی وارد سایت شدیم اینجا نیو چت رو میزنیم و پرامپتمون رو یعنی درخواستمون رو براش می‌نویسیم که برامون یک جیسون پرامپت دقیق بنویسه. خب همونطور که می‌بینید خیلی سریع شروع میکنه به نوشتن یک جیسون پرامپت با جزئیات خیلی بالا و می‌بینیم که خب تموم شد. بله تموم شد. وارد سایت gemini.google.com میشیم. خب برای اکانت‌های فری 3 تا در طول روزه، ولی خب اکانت من پروه و میتونم چند تا بیشتر بسازم. خب اینجا گزینه ویدیو رو روش کلیک میکنیم و پرامپتمون رو کپی میکنیم. بله کپی شد و میتونیم اینجا جنریت رو بزنیم. خب چند لحظه صبر میکنیم و ویدیوی ما حاضر شد. همونطور که میبینیم ویدیو خب خیلی جذاب و با صدای کاملا ASMR ساخته شده. خب دوباره وارد سایت gemini.google.com میشیم و از اینجا Create Image رو میزنیم و گزینه رو میذاریم رو نانو بنانای پرو و براش توضیح صحنمون رو مینویسیم. منتظر میمونیم تا برامون عکس رو بسازه. خب من این عکس رو دوست ندارم، فضاش کم لانگه و میتونم ادیتش بکنم، هم از این پایین هم از این بالا که دوباره ادیت پرامپت رو بزنم. خب من اینجا بهش تغییراتم رو اعمال میکنم و آپدیت رو میذارم. خب میبینیم درست شد و یه فضای کلوزتر برامون ساختش و ادیتایی که بهش گفتیم رو برامون انجام داد. خب دانلودش میکنم و وارد سایت ویو میشم. اینجا رو گزینه نیو پروژه کلیک میکنم و با پنجره بعدی مواجه میشم که بهم چندین آپشن رو نشون میده. آپشن اول تکست تو ویدیوه، آپشن دوم فریم تو ویدیوه. حالا آپشن های بعدیش خیلی به کارمون نیست، ولی تو ویدیوهای بعدی حتما بهتون میگم. تو آپشن فریم تو ویدیو اولین گزینه رو میتونیم انتخاب بکنیم که عکس اولمون میشه که حالا من با روش تک عکس این ویدیو رو میسازم. عکس آپلود شد و براش پرامپتمو می‌نویسم. بعد از اینکه پرامپت رو نوشتم تنظیمات رو چک میکنم که رو 16:9 باشه و جنریت رو میزنم. خب ببینید که ویدیو آماده شد و خیلی تمیز با صدای ASMR برامون ساختش. میتونم از اینجا دانلودش کنم و توی گالری سیوش کنم. مرسی که این ویدیو رو دیدین. اگه از این آموزش خوشتون اومده حتما لایکش کنید و کانال رو سابسکرایب کنید.